کنن؟ معاون جدید امروز به کار شروع میکنن. خواستم که تدابیرش بگیرن. اما معاون که انتخاب شد؟ استاد جاله انتخاب شده. خدایا تباه شده. تو به هیچ وجه امروز نمیتونی داخل شوی سهیلا. یادم با تروریست‌ها کدام رابطه نداره. ما مثل شما فکر میکنم جنرال صاحب، این فقط مهره است. پس بازیگر اصلی کس دیگه است. بیاین. یک نفر از امنیت آمده جنرال صاحب. دوست قماندان دینیز است. میگه که باید همراه شما ملاقات کنه. اجازه بده که داخل بیاین. با چشم جنرال صاحب. سرم زیاد درد میکنه. تحمل کن. لطفاً خود از دست نده. این بار موفق میشم. وعده میکنم. شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. گرفتمش. این شماری اردام است. اردام دوست دینیزه. برات گفته بودم نجات پیدا میکنه. هیچ کس نمیخواین اونا پیدا شون. خواستن امر توقف دادن. شماره بازرس تعقیب کنین. یادم با کی و چی وقت ملاقات کرده کلش میخوایم. با چشم جنرال صاحب. زنگ زدم کسی جواب نداد. میتونه نشانی سیگنالش پیدا کنین. متوجه باشین هیچ کس خبر نشه. با چشم جنرال صاحب، خودم پیگیری میکنم. معذرت میخوام. جنرال صاحب بسیار مهم است. بله؟ اردام، ایلیف هستم میشنوی؟ ایلیف کجاستین؟ ما را دفن کردن اردام. ما از بین میریم. ایلیف تو چی میگی؟ نفس گرفتن نمیتونه. ما میموریم برای ما کمک کن. درست است ایلیف. او آدم کشته شد. موترش پیدا کردیم. نزدیک موسا هستین؟ نمیفهمم. ما را بیهوش ساخته بود. اردام خواهش میکنم ما را نجات بده. چی شد؟ نمیفهمم. اون تن قطع شد. قطع شد. درست آن تن نمید. وقت از دست نده. ناجلتر به محلات صبرین. همراهی کی چی قسم؟ ببینین یکی از کسایی که گم شده خانم قماندان است و دیگه شام خواهر یک جنرال است. این موضوع مربوط ما میشه. ما گروه جستجو را براتون آماده میکنم. بسیار تشکر میکنم. دزم رهبر گروه از طرف ما میباشه. دروازه را باز کن. بفرمایید قماندان صاحب، با امر جنرال صبری آزاد است. دینیز عجله کو بیادر، اونا در خطر هستن. او احمق زنده دفنشون کنه.
حداقل به یک نفر خو خبر دادم. اردام بعدی نیست خبر میدن، ما را پیدا میکنن. چلیم نیست. افتیده. کجا افتیده باشه؟ درست است. چلیم نیست. درست است. آرام باش. چلیم کجاست؟ درست است. ایلیف آرام باش دخترم، آرام. بچه خودم میخوایم، دنیزم میخوایم. بس کن. دنیز زیاد دوست داری؟ بیشتر از جانم. او همه چیزم هست. خب پس خانواده چی؟ من فرزندی هستم. خانواده مرا نخواستن، از این خاطر اول خداوندا بعدنم دنیز. دیگه هیچ کسی را ندارم. خب اگه یک روز مادر اصلی تا مقابلت بیایه؟ من یک مادر دارم. او به خاطر من زیاد فداکاری کرد. نخورد اما به من داد، نپوشید اما به من پوشاند. مثل اولاد خود دوستم داشت. به خاطر که من درس بخوانم خدا سپر ساخت. پدرم او را زیاد لط میکرد اما بازم شکایت نداشت. فقط یک آرزو داشت که من دکتر شوم. قدر زدمان به جا نبود خانم رنم. به جا مبارزه نمیکردم. هر کدامش یک دلیل داشت. خانم جانم میخوای چی کنه؟ در اولین روز وظیفه‌اش دانشگاه به چه حالت رسید؟ این نظمنامه را چرا اینجا خواستم؟ اجازه بکنم با مسئولین گپ بزنم. استاد شما مداخله نکن. اینا با گپ نمیخوان، گپ خودم میگن. اما از کسی دیگر گوش چرا حیوان خو نیستم؟ من میتونم با گپ زدم. اونا را قانع کن. چرا اجازه نمیتین آقا؟ دو ساعت بیایید، عقب بیایید. 2 ساعت بیایید. دستور است خودتان عقب بیایید.
پلیس ها عقب نشینی میکنن. اوست جناب نیست؟ حتما میخوای سخنرانی کنن. دوستای عزیز، لطفاً به گپای من گوش بده. خواهش میکنم لطفاً با شما بعضی گفتنی ها دارم. شاگردا، در این مبارزه شما تنها نیستی. ما کاملا از آزادی فردی شما حمایت میکنم. میره باید بفهمید و بسیار خوب میفهمم که تعداد زیادی از استادا با ما هم نظر هستند. پس شما کجاستین؟ اونا کجاستن؟ با این شده تمامتان با ما همدست شوید. یادم احمق میخواید چی کنه؟ ها، در جاده ها به دست نمیه. حق خدا از راه های دموکراتیک به دست بیاره. اگر شاهد زیر پا شدن قانون هستین باید به دادگاه شکایت کنه. این قسم نمیشه. ما اینقدر زمان زیاد نداریم استاد. اگه امروز به صرف نریم از امتحان محروم میشیم. تو رو نمیفهمین. امیال عاجل به امنیت زنگ بزن. بگو هرچی زودتر نیروی کمکی روان کنن. بگو که اونا رو از دانشگاه اخراج کنن. درست است خانم. ببینین دوستا، در بین خود یک نماینده انتخاب کنید. با شما وعده میتونم به همگیتون کمک میکنم. شما را همراه خانم ژاله رو برو میسازم. هر مشکلی که داره با اونا بگوه. حتما یک راه حل مشترک پیدا میشه. لطفا حال بس کنه. بیشتر از این نظمه دانشگاه را بر هم نزنین. خواهش میکنم لطفا. راست شوق به جانب است. بریم از اینجا. راست میگی، بهتر است که بریم. بفرمایید. تشکر میکنم. خواهش میکنم. نرن دوستا، حکومت میکنه. لطفا سرم زیاد درد میکنه. چشمای خدا باز کردن. خوش کنی نخوابی الیف. چشمایت باز کن. با خود بیا الیف. چشمایت باز کن. بیبی ما را نجات میتن. خودت ایره میگفتی. آب میچکه. خدایا صبر بدی. امکان داره باران باشه. حال اینجا از آب پر خواهد شد. نمیفهمم. کمک کنه! کمک! کمک کنه! نه خیر، جواب نمیتم. آسمان ابری است. امکان داره باران بباره. این چه قسم یک کار است؟ این چه قسم وجدان است؟ انسانی کار با دشمن خودم نمیکنم. دینی زاران باشه، حوصله ندارم. اونا را باید پیدا کنیم.
فقط به می فکر کو. چی قسم پیدا کنی مردم؟ تمام جای زمین هموار است. چی قسم پیدا کنی؟ تشویش نکو دینیز. پیش اونها یک موبایل است. اگه حال نشد بعد از تشخیص سیگنال پیداش میکنیم. جنرال صبری امر پیدا کردن سیگنال موبایل داد. اگه نا وقت کنیم اینجا از آب پر میشه. دنیز تو کجا هستی؟ تو کجا هستی دنیز؟ چرا ما را پیدا نمی کنی؟ چی میشه ای لیفت تحمل کو تو رو پیدا میکنم بعدم میتون بلد. خدایا خودت بر ما کمک کن. ما را از اینجا نجات بده. پیشت آزار میکنم خدایا. لطفا ما را نجات بده. خدایا چی میشه ای درد برم نشان ندی. به خاطر لیف آماده استم هر کاری کنم. جانم هم میتونم. لطفا مرا به این درد مبتلا نساز. مرا به او برسان خواهش میکنم پروردگارا. قماندان دنیز کجاست؟ قماندان دنیز اینجا نیستن جنرال صاحب. پس کجاست احمق؟ امروز به امر جنرال صبری آزاد شدن. شماره هایی که شخص قاتل به تماس شده با شماره هایی که دورشان حلقه کردیم زیاد تماس گرفته. این شماره ها مربوط کی هست؟ از آرم یرکان است. یکیشم از عامر اردام است. افرادش در جستجوی او بودن، اما او 10 بار همراهشان تماس گرفته. بعد از ختم تماس لحظه به لحظه گزارش داده. با کی؟ با جنرال قدرت. یک قاتل، یک آمر امنیت و یک جنرال اردو در شرایط عادی هیچ وقت در کنار هم نمی باشند. کدام دلیل سبب یک جا شدن اینا شده؟ بیاییم. جنرال صاحب میخواستم امرایتان گپ بزنم. درباره چی؟ درباره قماندان دنیز آیدین، یعنی درباره بچیم. شما رفته میتونین. امرتان به جای میشه جنرال صاحب. میشنوم. متاسفانه درست پیش به خاطر سرکشی از اوامر نظام جزایی شده بود. امروز آزاد شده. البته دیروز فرار کرده بود. نمیخوایم از حد خود بگذرم جنرال صاحب، اما میشه دلیلی کارتان رو بفهمم؟ راستش جنرال، نظر به قوانین نظام قسمی که گفتی ازاد خود میگذری. اگر کس دیگه می بود جواب میدادم که شخصا خودم قسم خواستیم، اما به خاطر که پدرش هستی حق داری که بفهمی. قماندان دنیز فعلا یک مأموریت مهم است. بر نجات دادن خانم رعنا رفته. به نظر ما اگر میل رفته به جنرال خود خبر بدی بهتر است.
بگی. آفرین. دوستا همتون گوش کنین. تمام اطراف بررسی بکنین. هر جای مشکوک حفر شود. تمام نقاط بررسی کنین. تو طرف راست برو، این طرف. شما دو نفرام از پشتش برین. شما مرا تعقیب کنین. شما حالا بفرمایین. نه خیر، شما بفرمایین. امر کنین جنرال صاحب. تو اونجا چی میکنی؟ فکر میکنی با کمک جنرال صبری میتونی امرای ما مبارزه کنی؟ گوش کن، با آخرین بار برات اخطار میدم. سیل در حال آمدن است. هر کس در مقابلش قرار بگیره او را با خود میبره. بچه احمق من، همیشه کار میکنی که مدد درد سر بفتم. مرا تعقیب کنه. بسیار خنک خوردیم. کم تحمل کن. کوشش میکنم زنگ بزنم. روح شو. روح شو. چارجش خلاص میشه. روح شو. حالا روح شو. لطفاً روح شو. لطفاً روح شو. حالا دیگه روح شو. روح شو. روح شو. جنرال صبری با خاطر جستجوی خانم رعنا یک گروه را روان کرده. جنرال صاحب، رهبری و گروهام با قماندان دینیز آیدین داده. جنرال ای وظیفه اون نیست. پلیس وظیفه خود با خوبی انجام میده. دلیلش نمیفهمم جنرال صاحب. جنرال صبری خواست که با شما خبر بده. خوب است، شما رفته میتونین. همچنان بیرون نرین، در دفتر خود باشین. ما امرایتان کار دارم. امرتان بجا میشه. بله، تو گفتی جستجو ختم شده ها؟ پس جنرال صبری از کجا خبر شده؟ تمام اردو در جستجوی رعنا است. تیم نجات با جستجو بیرون شده؟ جنرال صاحب، من از چیزی خبر ندارم. ما جستجو رو توقف دادیم. بله، امر شما رو کاملا بجای آوردیم. آمر اردام اخراج کردم. یعنی موضوع پیش ما بسته شد. پس کی برش این خبر رسانده؟ این کار او اردام احمق نباشه. من هم یال تحقیق میکنم. شما تشویش نکنین. بفرما. جنرال صاحب، از وزارت داخل خبر رسیده. تا یک ساعت دیگه منتظرتان هستم. خوب است، تو رفته میتونی. درست است جنرال صاحب. خب میشه که ما رو نبینن استاد. با شما مشکل خلق کردم دخترم. زنده باشید. در دهلیز ها نگردید. در اتاق منتظر ما باشید. نباید شما رو ببینم. با استاد جانر کی صلاحیت داده؟ نظر به امر کی اجازه دادین گپ بزنه؟ زیاد اصرار کرد. گفت اگه گپ بزنم قانع میشن. وظیفه شما را براتان یاد نمیتم، اما وظیفه شما قانع ساختن نه، بلکه لط و کوب است. قانع ساختن وظیفه است. میخوایم این کار هر چه زودتر در این دانشگاه در هر صنف انجام شود.
میفهمین که بالای خانم رنا چی آمد. بار دیگه نمیخوایم که هیچ همکار من با او وضعیت لعنتی روبرو شود. این حجاب پوشا از این دانشگاه باید بیرون شوند. با هر صورت دخترها فعلا اوضاع آرام شده. تشویش نکنین استاد، فردا دوباره شروع میشه. شما پنهان شوین. استاد جان چیزایی رو که خواسته بودین آوردم. درسته. من سر میزتان میمانم استاد بانین. درسته. درست است استاد. زنده باشید. روزتان خوش. راحت باشین دخترها، دروازه را قفل کرد. تشکر، رفتم میتونین. خانم جاله چیزی نمیخوایم. ما براتون چیزی نوردیم خانم جاله، خوش نشین. فعلا وقتش نیست. تو وضعیت دانشگاه را نمیبینی؟ درباره استاد جانیر است استاد. بگو میشنوم. استاد جانیر دخترای چادر پوش دو اتاق خود برده بود، دروازه رو قفل کرده خود درستی. چی؟ الیف کجاست؟ چرا امروز نامده؟ استاد جانر دروازه را باز کنین. استاد شاله هست. دخترها مهم نیست، نترسین. شما کار نکردین که بشرمید. در دانشگاه و در اتاق استاد خود هستین. دروازه شما چرا قفل است؟ باید از شما اجازه میگرفتم. بله استاد، باید از من اجازه بگیرین و به جزو نمیفهمین که ممنوع است. اینو در اتاق شما چی میکنن؟ استاد جاله سر استاد ما زخمی. چرا زخمی شد؟ به خاطر شما. و شما استاد، با وجودی که همه را میفهمین، هنوز هم با کمال وقاحت از این تروریستا حمایت میکنین. میشه بگوین فایدهتون چی است؟ خانم جاله اینا مسئله مست از شما نه استاد. دانشجوی دانشگاه مرکزی هستن و باید از قوانین دانشگاه اطاعت کنن. اگه نمیکنن باید از اینجا گم شون. گپ ما شنیدین؟ اینا را از دانشگاه بیرون کنین. یک لحظه شما چی میکنه؟ این کار نکنه. الایم احمق، اینا را الا بته. الایم کو چی میکنی؟ اینا میفهمین که این کارتان جرم است. استاد جانر، از شما یک چیز را بپرسم. استاد رنا کجاست؟ این گپ به این موضوع چی ربط داره؟ نه خیر ربط داره. موضوع ما کاملا همین است. انسانایی مثل اینا خانم رنا را اختطاف میکنن. شاید او را از بین برده باشن. نمیفهمم. شما فراموش نکنیم که چی قبول کنین یا نکنین، تروریستا در تعقیب ما هستن. الیف، تو خوب هستی؟ نیست. چیز را حس نمی کنم. مرا ببخش. به خاطر من تمامی مشکلات سر تو آمد. نمیخواستم به تو قدر درد بدم.
به کاکا ابراهیم وعده داده بودم به وعده خود وفا کردم. حالا پشیمان نیستم. حق خودم براتان میبخشم. لطفا قسم گپ نزن. از من نه، از خداوند بخشش بخوان. مثل من چند محصل دیگر آواره ساختی. چطور تحمل کنن هردام؟ چند ساعت گذشته هیچ خبر ازشان نداره. کماندان صاحب یک چرا پیدا کردیم. همینجا هستن. این چله را از کجا پیدا کردی؟ از اون طرف پیدا کردم. ما را پیدا کردن. الیف، الیف، تو هستی الیف؟ فعلا الیف نیست. حالا جواب کارایی را که انجام دادی باید بتی خانم رنا. نوریه مرا به یاد داری نه؟ به خاطر که چادر پوش بودم به دانشگاه اجازه ندادی. پدر بیچاره ما به خاطر تو قاتل فرزند خود شد. به نظر تو در اصل کی ما شرف فشار داد؟ تو فشار دادی؟ یا پدرم فشار داد؟ بسیار زیاد پشیمان هستم. لطفاً مرا ببخش. به خاطر تو از چادر پوشیدن منصرف شدم. کاش که می مردم. توی دنیا را برم جهنم ساختی خانم رنا. من فکر میکردم کار درست انجام میدم. عقیده ضعیف ساختی. مرا پیش وجدانم خجالت دادی. تو باعث شدی که آرزوهایم از بین بره. آیا این کارت قابل بخشش از خانم رنا؟ جوابت نی؟ معذرت میخوایم. بسیار زیاد معذرت میخوایم. من میخواستم وکیل شوم. من میخواستم اقتصاد بخوانم. در مضمون فیزیک اول نمره بودم. من سرپرست خانوادیم بودم. 1 سال به ختم دانشگاهی مانده بود. امید همه طرف ما بود. آرزوهای ما از بین بردی. آره چطور میکنین خانم رنا؟ جوابی آرزوهای ما از بین بردی. من سرپرست خانوادیم بودم. 1 سال به ختم دانشگاه بس کنین. لطفاً بس کنین. مرا ببخشین، کافی است دیگه. خدایا مرا ببخش. یک چانس دیگه برم بده لطفا. به خاطر برگشتن به 20 سال قبل، به خاطر تلافی کردن اشتباهاتم یک چانس دیگه برم بده.
در این روزها زود زود ملاقات میکنیم، همونطور نیست؟ درست گفتین محترم. اما این دیدار ما به ضرر شماست. ببینین محترم، جنرال صبری شخص اصلا مهم نیست، فقط درباره منفعت اردو گپ میزنیم. دفعه قبل ثبوت خواستی، این قسم ثبوت، یکیش تروریست و دیگهش آمر امنیت. در این باره بر معلومات بده. آمر امنیت درباره خواهرم به من معلومات میداد. با تیمای تروریستی در تماس بود، میخواست معامله کنه. نتیجهش خانم رنا کجاست؟ او را پیدا نتونستم. پس گفتگو نتیجه نداده. تروریست هم کشته شده. در ضمن پلیس او را از بین برده. آمر در حال معامله است و زیر دستای شیر نمیخواید. این کار منطقی است؟ تو جواب بده. حتما کدام غلط فهمی شده. چطور اجازه دادی این کار شوه؟ ما بسیار متاسف هستم. همیشه بغیر از متاسف شدن کار دیگه نداری. در خطر بسیار جدی قرار داری. جنرال صبری تیم جستجو را فرستاده. تو میگی جستجو ختم شده. مطمئن باشین که غلط فهمی صورت گرفته. پس هرچی عاجل جبرانش کو. اگه بار دیگه به این شکل پیش ما بیایی با ضرر تمام میشه. 2 نفر در شرایط ترفیع قرار داره. یکی جنرال صبری و دیگه تو. میفهمم محترم. اگه حقیقت میخوای بشنوی، تا امروز همه چیز به نفع تو بود. اما امروز یک بار دیگه خواستم فکر کنم. خواهش میکنم محترم. ما هیچ وقت شما را فریب ندادیم. پس یک بار دیگه ای را ثابت بساز. این مأموریت موفقانه به پایان برسان. منتظر خبر هستم. رفته میتونی. اطاعت میشم محترم. باران توقف کرد، اما هنوزم هوا ابری است. رخ نمیکنه. انشالله چارج موبایلشان ختم نشده باشه. ما از تو کمک نمیخوایم، فقط نشانی جای بگو که اونا را دفن کده احمق. ما با تو چی؟ هرچی که دلم خواست انجام میتم. کافیست که دهانت بسته کنی. عسکر امر کنین جنرال صاحب. با سنجر بگو که امشب جای نرن. امرای او کار دارم. با چشم جنرال صاحب. رفتم میتون. فکر کنم باران متوقف شد. الیف لطفا نخواب. تحمل کردن نمیتونم. چشمایم باز نمیشه. درباره مادرت فکر کن. شاید کسی هست که در حسرت تو میسوزه. الیف جان یک بار فکر کن. خدا میفهمه. شاید به هم دیگه برسه. شاید صاحب اولاد شوی. صاحب خانواده بزرگ شوی. به نظر شما چرا ترکم کردن؟ درست است. پدرم مرا نخواست، اما مادرم چرا ترکم کرد؟ پدرت؟ تو پدرت هم میشناسی؟ میفهمم که کی هست. نمیخوایم این رازه به آخرت ببرم. پدر من جنرال قدرت است. او مرا نخواست. الیف زنگ موبایل است. الیف
خانم رانا، دنیز ایلیف چطور است؟ الیف الیف بیدار نمیشه. خانم رانا لطفاً چی میشه یک چیز بگوین؟ یک سرنخ لطفاً. بامه بده. خانم رانا صدای سگا رو میشنوی؟ نه خیر، هیچ چیز نمیشنوم. درست است، راحت باشین، ما شما را نجات میدیم، اما ببینین موبایلتان خاموش نشه. صدای ما را نمیشنون. پس کجاستن اینا؟ مام نمیفهمم. جنرال صاحب، میخوایم امشب یک راز براتون بگویم، اما یک شرط دارم، شخص سوم خبر نشه. درست است جنرال صاحب، میفهمین که ما آدم روز نگهدار است. نه خیر، ما شما را میشناسم. اینا میخوایم بگویم اگر دهنتان باز کنین چی بلاها با سرتان میاد. از استانبول بیرون میشین، بار دیگه هرگز در این شهر آمده نمیتونه و در مرزم وظیفه اجرا میکنین. فهمیده شد جنرال؟ بله فهمیدم. خوب است، پس بریم. گفتی همینجا هستن اما هیچ نقطه ای نمانده که بررسی نکرده باشه. بیادر و احمق همینجا از بین بردو. بیادر کجا هستن؟ کجا هستن؟ دوستا کلتان مرا تعقیب کنه. کاش که یک چانس دیگه می داشتیم، اما نداره. اینجا از بین میره. دینیز، تولدت دیدن نتونستم، حالا مرگت تماشا میکنم. قبل از اینکه مرا با آغوش بگیر، قبل از اینکه به تو دخترم بگویم میموری. الیف، صدای ما میشنوی؟ چشمایت باز کن. الیف، من مادر تو هستم. من تو را به دنیا آورده، 20 سال ماتم گرفتم دختره، حالی حق دارم. لطفا یک بار برای مادر بگو، بگو. الیف، الیف مرا با آغوش بگی جان مادر. الیف، منتظر چی هستین؟ بکنه. حالا دیگه زود بکنین. زود 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 زود. عجله کنه، تیز تیز بکنه. تیز 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 تیز. چی مکو یک طرف؟ فقط بگو اینان نخوندی بچش با من.
تیزتر تیزتر قماندان صاحب اینجا هیچ چیزی نیست. اجازه بده. پس شو باش ببینم. شما اینجا چی میکنین جنرال صاحب؟ تول باکس باز کنید. کلنگ بگیرین جنرال. گفتین کلنگ بگیرم؟ چیزی که گفتم انجام بدین، عجله کنین. اونجا رو باید بکنم؟ گفتم بکنین. زود باشه، نکشی ما ندارین. چطور جنرال؟ قماندان صاحب، همگی خسته شدن، برایشان وقفه بدهیم. همگی رو به مرکز ببریم. دنیز